بفهمم شما سریقا من خودم اشکال نداره. بذار ما طبق سنوات گذشته سنوات گذشته رو چرا میگم نمیدونم من چرا. حالا بفهمید شما. بله سلام بچه‌ها، من کامبیزم. منم علی هم سعی میکنم علی بمونم. اینجا هم کانال Don't React. قسمت سوم، ولی یه نکته‌ای داره قسمت سوم. نکتهش اینه که اینا اومدن برنامه نقاب شو، قسمت 1 رو کردن مقدمه، بله. قسمت 2 رو کردن چی؟ آشنایی. بعد قسمت 3 رو به اسم اپیزود 1 دادن یهو بیرون. دقیقاً. یه جورایی یعنی ما سعی کردیم منظم بمونیم. آره ولی شو از یه جایی دوباره برگشت به قسمت اول. ولی آره. الان اینجوری شده دیگه، ما حالا کپشن رو اصلاح کردیم توی 2 قسمت قبلی، مقدمه آشنایی و الان میشه قسمت اول از نقاب شو، ولی قسمت سوم از ما. بله. خب بریم ببینیم. بریم که برنامه رو ببینیم. بفرمایید، خواهش میکنم. همیشه دوست دارم این شوهر همیشه از رقص، صمیمیت، دوستانگی شروع میشه، بعد میره توی که هر کی میخواد. داستانایی شنیدم متاسفانه یکم دعواها شده که به نفع ما نیست. کاش مثلا یه چیزایی بشه که به نفع ما باشه، تاثیرگذار باشه واسه مثلا گروه سبز. یکی از دوستا خیلی آخه میدونی فقط اینا تو گروه نارنجی ان دیگه، فقط اینا دارن دعوا میکنن. بعد میگه کاش این دعوایی که داره میشه به نفع ما نیست، اونا هم باید با هم دعوا کنن. چون که من کلا با جهان دنیا اوکی هم، یعنی کسی واقعا من ناراحت کنه. ایشون مقصودشون همون خرساست دیگه، و اینکه همون چند تا خرس همسایه‌شونه، وگرنه جهانی که آدمیزاد توش باشه این ایشون باشه اوکی نیست. آره داستان اینجاست که یه خوره دخترها تو خونه اینجوری که دخترها میگن وای اما خیلی تمیزیم و حساسیم و اینجور داستانا. این کار زشتی میکنه، ادا آدمو رو در میاره. یه چیزی هم هست حد آدمو رو مسخره میکنه. دقت کردی خیلی بی‌مفهوم صحبت میکنه. همش تمیز چیکار میکنه؟ اصلا خیلی بی‌مفهوم صحبت میکنه. یه سری چیزایی میگه که مثلا جمله اول هیچ ربطی به جمله دوم نداره. ببین یه اتفاقی که افتاد میدونی چی بود؟ گفتش که منو هیچ چیزی نمیتونه ناراحت کنه. آره دیگه. بعد تو جمله دوم بعد همه دارن منو اذیت میکنن. من همه ناراحتم. خیلی شخصیت غیر قابل هضمیه برام. بذارین از تو ویلا براتون بگم. نمیدونین تو ویلای دخترها چه خبره. صبح این شکلی شروع شد که با داد و بیداد 2 تا از دوستان عزیزمون که از یک گروه هم هستن. بعد جالبش اینجاست که یکیشون کلا بچه اینقدره، یعنی 70 سال 75 سانتی اینا، یعنی میشه کردش تو چمدون و برد کاراشو کرد. یعنی ببین حالا از اون طرف اون یکی چون کراش اونه اصلا خب کراش مایه میدونیم مایا کراشه. آره دیگه با هم دیگه دست به یکی کردن که اونو یه جوری بندازن بیرون. بله ورزش باریکلا. امروز ما میبریم. ما نه؟ بس دیگه شوخی بود. آره. خب بازی چیه؟ بازی چیه؟ الان این خانم داره چی کار میکنه؟ همین که داره انجام میده میخوای شما توضیح بدی من ببینم بازی رو به تو توضیح دادم، تو میتونی امروز اینو توضیح بدی؟ اینو دیگه توضیح ندادی. چرا دیگه گفتم این بازی چیه؟ اینم توضیح داده بودی. این همون بازی است. آره نه اینو میدونم. برو من بازی آخر رو توضیح ندادم. آره. خب اینو الان یه سری خوشحالم 2 تا. خب یه سری جعبه نارنجی وجود داره و یه سری جعبه سبز. خب این جعبه ها قفلن. آره. کلیدش کجاست؟ تو دست شبنم خانم الان. باریکلا. شبنم خانم الان قراره چیکار کنه؟ کلیدو پخش کنه تو استخر. و چی میشه؟ 5 نفر میرن توی آب. تقلب برات گذاشتم. بله خیلی خوبه، الان دارم رو خونی میکنم دیگه. 5 نفر توی آبن، 5 نفرم بیرون آبن. درست. حالا اون کسایی که 5 نفری که توی آبن باید بگن دنبال کلیدا. هر کس یک کلیدو پیدا میکنه میده به همتیمی خودش، همتیمیش میره کلیدو امتحان میکنه روی
جعبه اگه جعبه رو باز کرد که باز کرد، اگه جعبه رو باز نکرد نتونست جعبه رو باز کنه کلید رو باید دوباره پرت کنه تو آب. خب و حالا توی جعبه ها چیه؟ توی جعبه ها یه سری تیکه های پازله که هر کس به نسبت این مین بوردی که داره باید اون پازله رو تکمیل کنه دیگه توی جعبه. چیزی هر سری دارم بهتر میشه. خیلی خوب، فقط جابجا گفتی چون تو تصویر اینجا باید میگفتی الان باید کلیدا رو پرت کلید اگه نمیخورد که دیگه گفت دیگه مشکل نداره دیگه گفتی دیگه گفتی دیگه بزاعت ما همینه. آره دیگه. خب شروع شد. همه شیر زدن تو اون دوست عزیزی که داره اون زیر چی میره زیرابی میره، حتی بالا میتونه کلیدو ببینه، نیاز نیست حتما نفسشو حبس کنه و بره پایین زیرابی که ببرم. شاید هیچ دردی از من دوا نکنه ولی از پول بدم نمیاد. خوشم میاد، دوست دارم پول دوست دارم. اما بدمون حرف حقیقت. ما بدمون حرف راست به این میگن. دلا الان یک کلیدا رو پیدا کردن، یه دونه تست میکنن که یه دونه باز کرد. آره باریکلا. نه واقعا امروز انگاری میخوام ببرن. بله. مایا رو دقت کردی چه چیزی رو انتخاب کرد؟ چه پوزیشنی رو انتخاب کرد؟ آره دیگه، راه بین کلید گرفتن از اون نفری که تو آبه و کلید رو به اون نفری میده که قرار جعبه باز کنه. آفرین. چون این مسئولیت رو قبول نمیکنه بعد. آره. اینجا رو داشته باشه. یه نفر رضا رو انداخت تو آب. رضا رو هولد تو آب. یه نفری از گروه مقابل سر شوخی بود دیگه. یواش رضا هم رضا هم قشنگ بهش برخورد. آره دیگه چه شوخی وسط مایا همون کسیه که هیچ چیزی ناراحتش نمیکنه دیگه. ببین متوجه چی شد؟ یه نفر کلیدو پیدا کرده، داره کلیدو میاره بده به آز، این اونجا واسه داره قور میزنه چرا اون یکی کلیدو بر نمیداری. عصبی شده. یعنی عصبی شد. آره چرا همزمان این مثل دلفین عمل نکرده و نرفت نیم ساعتی زیر آب بمونه همه کلیدا رو جمع کنه تو دهنشو بیاره آخر تحویل ما بده. آره صبحش کنم اونو میگم. وای خیلی خوب گفتی. نیما بدبخت خیلی دارن تلاش میکنن. دقت کردی گروه سبزا چیکار کرد؟ کلید رو امتحان میکنن، نمیخوره نمیندازن تو آب. آها وقت کشی دیگه، کثافت کاری. وای که اینجا خانم مایا رو داریم دیگه، از قفل استفاده نمیکنه، داره صندوق با پا باز میکنه، با میشکنه. و اینجا رو داریم که یک نفر باید پازل رو میچید. این انرژی که بین من و این آدم دریفتی کرد داره رد و بدل میشه، قطعا واسه من یه سری درس داره، چون من همه رو خیلی خفن میبینم و دارم ازشون نهایت سوء استفاده رو میکنم. چی گفت؟ ببین اصلا یه چیزی چی میگن، یه نقطه مشترک همه اینا دارن. آره نقطه مشترکشون اینه که جمله های بی سر و ته رو به هم وصل میکنن و میگن. خیلی خب حرف نداری نزن، کار سختی نیست. واقعا هم همینه. اینکه تو بخوای یه سری چی گفت؟ اصلا یه سری عجیب غریبی گفتش که من از دارم همه از انرژیایی که اینا دارن من یه درسی میگیرم و اون اینه که اینا خیلی خفنن و من دارم نهایت سوء استفاده رو از اینا میکنم. این بازی استخر معتقد بودم همونطوری که ما تقلب کردیم توی مقابلم تقلب کرده. حالا شخصی من اینه که پس قبول داره که تقلب کرده. نمیتونه قبول بدم و برم گروه مقابل. باشه چون که همونطور که گفتم توی گروه ولی این بیشتر میچسبید به گروه مقابل، خیلی بهتر بود. یعنی اگه این الان تو گروه مقابل بود این همه جر و بحث با این مایان پیش نمیاد. ببین از روش داره رد میشه. حتی
سر خورده با اون وضعیت خورده تو داری عروش و اصلا براش اهمیتی نداره. مایا اصلا ذره‌ای براش انسانیت. یه دونه‌شون اینجوریه که با یه دونه‌ش اسمشو بگو دیگه. بگو آزرا دیگه. به این خانومه بگم، این خانومه منو پارم میکنه. تو رو ببین این همش داره غرغر میکنه و خودش آخر مظلوم نشون میده. ببین من دارم اینطوری میشم، اون داره اصلا خراب میکنه، اون داره اینطوری هولش هم از روش رد شد بعد میگه اون داره پارم میکنه. ببین اینو دکتر دندون پزشکم جرئت نمیکنه لثه‌شو پاره کنه که دندون عقلشو در بیاره. اصلا به تو میخوره اون بچه که تو رو پاره کنه. مایا خجالت بکش. اگه ما رو میبینی تو خجالت بکش. تو رو پاره کنه. ببین خجالت اعتیاد نداره. تو رو خرسا نتونستم پاره کنم. این دوتا من دعواشون که بازی کنیم، نیومدیم که دشمن بشیم با هم و یه سری جنبه این مسئله رو ندارن. چیزی که این وسط هستش، مایا و آزرا الان با هم دیگه وارد جنگ شدن و اینجا این وسط مایا به من میگه که تو وسط بازی نکن، چیزی که هست تو بگو، ولی مشکلی نیست که آزرا با من هیچ مشکلی نداره. خواهد تیم کشی کنه دیگه بین حزب دموکرات و جمهوری خواه. آره وسط بازی. آره وسط بازی نکن. اینم که گذاشتن اینجا فقط کارش این حواس تیم حریف بود. خب این همه آب و اینا میره همه تو حلقم دیگه. من بنز کافی آب گاز خشایار گفت من گاز گرفتم. نمیدونم منو فلان کردیم. من لزبیانم عزیزم. ببین من ناخن ندارم، من انگشتامو لازم دارم. یعنی خدا هیچ بنده ای رو مثل خشایار ظاهر نکنه. ای وای. پرهام ببخشید فکر کنم پرهام بود. پرهام. آره پرهام بود. پرهام گفت من گاز گرفت. دیدی اینم سر خورد. یعنی اصلا ذره انسان ها برای این اهمیت نداره. خیلی سمه. فقط خرسا براش مهمه. آره دیگه. فقط با خرسا میتونه تبادلش کنه. اینو آخری هم گرفت. آخری هم باز کرد. بازم سبزا بردن. تمام. مایا میکشه اینا رو. چه بسوزه از نارنجیا. چه بسوزه از نارنجیا. کلیدو جلو بقیه پرت می‌کنه. این استوپید برو. این استوپید. نه آره پرت کنم. تو نگفت خودت پرت کن. کی گفت خودت پرت کن؟ من اونم با وقت ما میگه پرت کن. من مثل اونا دوست نیستم. فهمیدی دوست نیستم بکنم تو اون سبز کلیدو میکردن تو جیبشون به خاطر اون سر اون دارن دعوا میکنن. من با چشمای خودم دیدم کلید. درست میگی ولی تو ندیدی اون صحنه. آره ولی تو ندیدی صحنه‌ای که با لگد داشت. مایا داشت 3-4 تا جعبه رو با لگد وا میکرد. داستان با داوری و قوانین بازی اینا مشکل داره. حتما که مشکل داره. اصلا حتما که قوانین مشکل داره ولی کسی که با لغت در صندوق شکسته در صندوق شکسته وا کرده اصلا از قوانین حرف نباید بزنه. اون دیگه نباید الان بیاد و این وسط اعتراض کنه. اصلا تو تنها کسی که شایسته نبود برای این اعتراض تو بودی. اصلا ایلیا گم شد توی آدم اون خوبی بود بیچاره. تو قسمت گرفتیم. با احترام من اینجا برای داورم چاپلوسی ندارم. خانم داور به روبروی ما میگه جلوی بچه‌ها پرت کن تو آب. دختر میگه باشه جلوی بچه‌ها پرت میکنم تو آب. اوکی کول. ولی از اون طرف این اتفاق نمیفته. اون یکی پسر سینا میاد اینجوری میگیره میگم سینا بنه تو آب. سینا اینجوریه. و بعد دیگه آقا من این بازی رو اصلا ریزالتش رو نمیپذیرم. تیمم هم نمیپذیره. این ریزالت نداره. بعد من بچه‌ام خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه همه آدم حسابی اصلا با این دیرد گیم شروع نکردی. خیلی ازتون تشکر میکنم. باعث افتخاری که تو این تیم هستم. من خواهش میکنم که من اصلا من اوت. تیمم هم اوت. اگه بخوایم من بچه‌هامو همه گویم ما اگه بخوایم اینجوری بازی کنیم ناداوری بشه هر روز. نه گوش کن به من. اینا ناداوری نیست. اجازه بدین. نه اجازه بدین. این دست شما نیست. تصمیم گیری این به عهده شما نیست. تصمیم گیری این به عهده ماست. و الان این بازی گروه آره دیگه گفتم آقا انقدر داری تنش وارد میکنی. آخه ببین اولی توی هر جایی که جایی که قراره یه نفر یه صحبتی بکنه میگه آقا تیم‌ها صحبت کنن این سری میاد جلو بعد میگه ما اگه باختیم به خاطر این بود زمین کج بود داور کور بود. همه چی رو داره میندازه گردن بقیه. به شدت آدم مسئولیت گریزیه. دقیقاً اصلا مشخصه. اصلا ببین مایا مسئولیت گریزترین آدمیه که تا امروز تو این 3 قسمت من دیدم. ایلیا پادشاه جلوی. ببین کاری هم از دست خودش بر نمیاد
فقط تقصیر رو میندازه گردن بقیه. کار کم مسئولیت خودش همیشه میگیره که بقیه کارهای پرمسئولیت رو انجام بدن و در آخر اگه نتونستن همه تقصیر رو بندازه گردن اونا. بگه آقا شما نتونستین. تبریک میگم به گروه خودمون، دم گروه شما هم گرم، کنار هم آب بازی کردیم، حال بردیم. یه دقیقه صبر کنید. دیگه نباید برن رو مخشون. چرا میپری واسه طرفش؟ ندا جان. خب این قضیه به جای ختم نمیشه. شیطنت‌ها رو 2 تا گروه کردین، تموم شده رفته. شما 3 تا نقاب بردین، اجازه صحبت به هیچ. اونا کلید دزدیدن، تو لغت زدی در اونو وا کردی. تموم شد دیگه. ولی گروه سبزم نباید برن رو مخ اونا الان. وقتی ببینم اونا اینقدر فرو پاشیدن. آخه یه چیزی هم هست. وقتی اون گروه از این ور میبینه آقا اون ور استخر یارو داره با لگد در جعبه رو باز میکنه، خب میگه کلیدا رو ما نگه می‌داریم، اون اصلا کلید لازم ندارن. خب رسیدیم به بخش خوبه که ما همیشه زمینش کردیم ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم. هیچ وقت بچه‌ها اولا که خیلی ازتون ممنونیم که تا اینجا برنامه ما رو دنبال کردیم و ما رو دیدین. دمتون گرم. مرسی. و اینکه با اون انگشتای خوشگلتون نه دیگه میگفت آره یه لایک به کانال بزنین، سابسکرایب هم اگه یکی در میونه دیگه. لایک رو تو میگی سابسکرایب. چرا ما خب میایم وسط برنامه بالا؟ چرا میتونیم نیایم بالا، اون گوشه مثلا میذاریم دیگه که مثلا سابسکرایب. نه آخه میخوام بگیم بچه‌ها سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. دقیقاً نظر شما برای ما خیلی مهمه. خیلی. و اینکه اون دکمه زنگوله رو دکمه زنگوله رو بزنید که همیشه از ویدیو جدیدی که میاد با خبر بشین و بتونید ویدیو جدید ما. دقیقاً. بریم ادامه برنامه. خوب بودیم این دفعه. فکر کنم عزیزم رو تواناییاتون کار کنید. فلان میگو بردی که بردی به جهنم که بردی. عزیزم کوچولو بخواب عزیزم بخواب. نکنید این کارو. هم قدش باشه. بخواب عزیزم. یعنی بخواب عزیزم. ناراحت شدم از اون رفتارش واقعا. خیلی حرکتای خیلی زننده‌ای دارن بعضیشون. این جنبه بازی نداره. تحقیر آدما با ظاهرشون، مثلا بولی کردن آدما. اصلا چرا؟ بازی دوم که تو نمیدونی چیه. بله. حتی قبلش خانم شبنم میگن چیه؟ اینو میگن؟ شما دوز نیست. بازی دوزه. دوزه. میگم دوز برای جای دیگه. خب ببین این دوزی که طراحی کردن 3 تا المان داره: بمب، جابجایی و لاک شدن. اینا نمیدونن روی این صفحه در واقع 5x5 نمیدونن کدوم بمب، کدوم لاک، کدوم جابجایی. کی میدونه؟ شبنم خانم. چی جوری میدونه؟ از هر گروه یه نفر میاد، 2 تا باید برن این دوزو بذارن. خب بازی دوزو انجام بدن. شبنم خانم یه کاغذ میکشه شانسی بیرون، روی اون کاغذ خورده کدوم خونه بمبه، کدوم چیه. یعنی حتی اگه 2 نفر بعدی که بیان جابجا میشه. آره عوض میشه. یه جای دیگه است. بازی از اینجا شروع شد. چرا تک به تک میبرن؟ چرا مثلا چند تا نمیتونن بگیرن تو دستشون؟ نه دیگه، مثل که بهشون گفتن که این کار نکن. این بمب بود. یکی باخت. نارنجی اشتباه بود. حالا اون یکی اصلا تکون نمیخوره. اصلا یه چیزیه، بندگان خدا رو داد به لحاظ توجه به حرف خوب نیستن. آره آخه نگاه اینجا واسه اینجا علی داره میگه این میخواست بذاره توی این خونه بالاییه. علی داره میگه بذار پایین. میگه نه بذار پایین. میذاره بوم. آره.  بیچاره. سلام. 3 2 1 0 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
اینجا یه دونه سبز باخت. اینجایی که پر میشه یه مقدار چی میشه دیگه. آره پر میشه خطرناکه. اینجا دیگه الان هیجان رفت. نمیدونن چه خبره. نارنجی یکی دیگه باخت. خیلی دوست دارم این اولی سبز اولی که گذاشت باخت بود. این همون دوست عزیزی که داره از بقیه سوء استفاده میکنه دیگه. انرژی خفن بقیه. انرژی خفن بالاخره یه جای میتره که اونم توی این نقطه بود. اصلا انقدر عجیب بودی بیچاره. همین گذاشت باخت. ای وای. اینجا هم اینم یه چیز جالبه. این هم علیه که به اون تقلب داده بوده و گفته کمکش. اونم باخت. آره اون گذاشته بود منتها شب متوجه نشد، دیر متوجه شد. بازم بمب وسط. آره بازم دیر متوجه شد و علی خیلی خوشحال بود. چون بنده خدا سر اون داستانی که به این گفت بذار پایین و گذاشت بمب بود، علی رو باید جبران می‌کرد. علی رو تبدیل به این لام کردن. یعنی خوردش کردن بیچاره رو. یه جایی باید این قضیه رو جبران می‌کرد. واقعا دوست دارم که آزرای ببره. برد. تا اینجا صدا قطع بود. یعنی ما فقط موزیک داشتیم. دقیقاً. تا رسید به مویمن موزیکو آوردم پایین، صدا رو آوردم بالا. بذار همون جایی که چرا نمیذاری؟ آقا بذارید چی میگی؟ قرص نمی‌بردم با خوب شده بود، خوب شدانی. عالیه. مثلا تنشه. کلا بانوی تنش دوست داره استرس و خوشحالم باخت. ترکید. خوشحالم باخت. ببین اینا یه خورده سریع‌ترن. بمب بود. اون میخواست بذاره اون میخواست بذاره اونجا اول و این اومد یه اینجوری کرد زمون گذاشت. ولی الان ناکو اونا فکر میکنن که اونا بردن. آره اینا فکر میکنن. الان دیگه دست آخره. خب 5 دست آخره. سوال به نظر تو کدوم گروه میبره؟ از اونجایی که تا حالا 3 تا بازی انجام شده، خب و هر 3 تا بازی رو سبزا بردن، خب احساس میکنم حتی شو خودشو در خطر میبینه اگر واقعا بازم سبزا ببرن. خب از لحاظ سینمایی الان باید نارنجی ها ببرن. انتخابات نارنجیه داره. احساس میکنم نارنجی ها میبرن اینا. بریم ببینیم. و نارنجی ها برده. ای وای. خسته نباشین. شب حساسمون رسید. خب قرار بود در قسمت قبل اتفاق بیفته. آفرین. که اینا توی ناهماهنگی که توی برنامه داشتن فکر میکنم اینو کشوندن و به امشب رسید. و الا این سری قبل بعد این اتفاق میافتاد دیگه. گفتن حذفی داریم و یه نفر حذف میشه. آره یعنی بعد توی اون قسمت قبل میفته ولی اینو 2 قسمت کردن. آره درست. ولی امشب شب حذفی الان. سرگروه ها میخوام که بیان سر میز خالیه. خب داستان کارتا رو نمیدونی؟ نه. حتما که من کارتا رو داستانشو بهش گفتم و الان یادش نیست. شک نکنید. خب سرگروه الان میان کارتا رو برمیدارن. آره اون کارتی که زیر سپره اون گروه در امانه. در امانه اون یکی گروه 2 نفری که انتخاب کرده رو در واقع کاندید میکنن. بین این دوتا رأی میدن همه و یه نفر اخراج. اعضای اون گروه رأی میدن که کی اخراج بشه. گرفت. نه از همه آدم ها رأی میدن. سپر به کی میفته به نظرت؟ گروه سبز یا نارنجی؟ سبز بیفته حقیقتش خیلی منصفانه تره. نه چرا نشد مایا حذف؟ توی آقایون روی رضا و توی خانم ها روی غزل تجمع کردن بچه ها کردیم. خیلی ناراحت کننده است. منم واقعا متأثرم. رو غزل
مثلا نقاب اول پینتبال غزل آورد. بعد چرا دیگه یکی از مثبت‌ترین اعضای چی بود؟ فکر کنم نتونست تنش‌ها رو تحمل کنه. سخته. زلجان با تو خداحافظی می‌کنیم، اگر که دوست داری میتونی. متاسفانه غزل رأی به غزل افتاد. همه رأی رفت به غزل و غزل رو میره بیرون. و این چیزی که بود وقتی غزل رفت صحبت کنه اصلا ناراحت نبود. احساس کنم خودش خواست. آره برای همین منم فکر می‌کنم که تو درست میگی. تنش‌های جمعی رو نتونستم خداحافظی کنی و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. از شما ممنونم که وقت گذاشتید، ما رو تماشا کردید. کامنت بذارید برامون، ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو باید بزنید. زنگوله رو هم بزنید. آره همون سر زنگوله همیشه گیر میکنیم. ما همش گیر میکنیم، همین تو همه جاش گیر میکنیم. نمیخوای بگیم که با اون انگشتای خوشگلشون ویدیو رو لایک کنن؟ گفتیم یه بار. آها رسمی. اون وسطا یه بار اصرارمون چیه؟ که میخوایم اینا رو بگیم. نمیدونم. با ما همراه باشین تا برنامه بعدی. خیلی دیگه تلویزیونی چیزی شده به نظرم برنامه. لایک دیسلایک. ای برو. لایک کنید شما، دیسلایک نکنید، فقط لایک. هی چی گفت اونجا دم سخت؟ هی برو. یه چیزی گفت. Stupid bro. عجب.